سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من محمد ابراهیم نادری هستم و امروز با یک آموزش دیگه از بخش مشتق با شما همراه هستم. امروز میخوایم با همدیگه در مورد مبحث آهنگ متوسط و آهنگ لحظه‌ای با هم صحبت کنیم و دو تا تست حل کنیم. بریم سراغش. اولین چیزی که باید باش آشنا بشیم در آهنگ متوسط مفهوم کلمه آهنگه. ببینید آهنگ یا شیب، توی ریاضیات ما بهش شیب هم میگیم. آهنگ تغییرات یک خط بهش میگیم شیب خط، درسته یا نه؟ خب پس بنابراین زمانی که آهنگو شنیدید خب میتونید به منظوری از کلمه شیب هم متناسب باهاش استفاده کنید. بریم بخونیم ببینیم اینجا چی نوشته. آهنگ متوسط تغییر در تابع fx اگر مقدار x از a به a به علاوه h تغییر کند، یعنی x ما یه مقداری بهش اضافه بشه، قطعا مقدار y ما یا همون مقدار تابع ما از f a به f a به اضافه h تغییر پیدا میکنه. خب به نسبت دلتا y به دلتا x، یعنی تغییرات x تغییرات y بر روی تغییرات x. خب نگاه کنید داریم اینجا دیگه تغییرات y چیه؟ f a به اضافه h منهای f a، درست یا نه؟ f a به اضافه h منهای f a بر روی چی؟ بر روی a به اضافه h منهای a به اضافه h منهای a با a ساده میشه، یه دونه h توی مخرج باقی میمونه. به این عبارت میگیم آهنگ متوسط تغییرات تابع f در کدوم نقطه؟ در کدوم بازه؟ در بازه a تا a به علاوه h. خب یعنی چی؟ تا همینجا رو من یه توضیح مختصری بدم. بذارید من یه نمودار بکشم. خب برای مثال این نمودار من قبوله. اینجا اگر نقطه a من باشه، اینجا به اندازه h بهش اضافه کردیم یا نمو پیدا کردیم یا رشد کردیم. خب به اندازه h بهش اضافه کردیم. نگاه کنید y ما چقدر تغییر میکنه. y ما از این نقطه که f a هست زیاد میشه، میره تا کجا؟ تا f a به علاوه h، درسته یا نه؟ خب ما گفتیم آهنگ تغییر به منظوری میتونه شیب هم در نظر گرفته بشه دیگه. شیب این خط قرمزی که من کشیدم اگر بخوایم حساب کنیم چی میشه؟ میشه دلتا y بر روی دلتا x. قبول یا نه؟ چی میشه؟ میشه f یعنی y2 f a به اضافه h منهای y1 یعنی f a بر روی x2 منهای x1 a به اضافه h منهای a، که اگر اینو ساده ترش کنیم میشه f a به اضافه h منهای f a بر روی h. قبول یا نه؟ h چیه؟ مقدار h بچه چیه؟ مقدار h همون رشد یا نمو تابع هستش. یعنی چی؟ یعنی مقدار زیاد شدن ما به x، درسته یا نه؟ خب به مقدار، اینجا ادامهشو بخونیم، به مقدار تغییر x، نکنید به مقدار تغییر x یعنی عدد h نمو x، و به مقدار تغییر y یعنی مقدار زیاد شدن y دیگه، یعنی این فاصله. به این فاصله چی میگیم؟ میگیم نمو y. خب این از این. پس با مفهوم آهنگ متوسط در تغییر آشنا شدید. واسهتون آشناه نه؟ یعنی ما این مباحث رو توی فیزیک داشتیم نداشتیم؟ یادتون میاد فصل 1 فیزیک 3؟ بذارید این اطلاعاتی که اینجا نوشتم رو پاک کنم واسهتون یه نمونه از فصل 1 فیزیک رو بیارم تا با هم دیگه ببینیم. خوب خب بذارید این مباحث اضافه رو پاکش کنم براتون. خب توی فیزیک ما داشتیم، توی فیزیک زمانی که میخواستیم شتاب متوسط AVG رو پیدا کنیم چی بود؟ میگفتیم دلتا V به دلتا T. قبوله یا نه؟ یعنی چی دلتا V؟ یعنی V نقطه دوم منهای V نقطه اول بر روی T نقطه دوم منهای T نقطه اول، درسته یا نه؟ همون جوری که نمودار VT رو اگر رسم کنیم، دقت کنید نمودار VT در سرعت و زمان. قبول یا نه؟ خب برای مثال این اگر سرعت زمان من باشه، قبوله؟ خب این اگر سرعت زمان من باشه، اینجا رو گفتیم چیه؟ T1، اینجا کجاست؟
T2. دقت کنید T2 چیه؟ T2 همون T1 که به اضافه T0 دیگه، یعنی به اندازه یه زمانی رفتیم جلو، رشد کردیم، پیشرفت کردیم. خب این ور چی؟ اینجا V1. فیزیک نیستم و دبیرای فیزیک از من خیلی خیلی بهتر میدونن، قطعا شما هم از من بهتر میدونید. خب پس بنابراین اگر این فاصله یا این شیب این خط رو حساب کنیم به ما چی میده؟ گفتیم تانژانت این خط یا آلفا، تانژانت آلفا یا شیب خط چی به ما میده؟ میده شتابو دیگه. قبول یا نه؟ شتابو به من میداد. این شتاب، این نموداری که کشیدم شتاب ثابت دیگه، نمودار شتاب ثابت، حرکت با شتاب ثابته. پس بنابراین ما این اطلاعات رو در مورد بعضی از توابع خاص مثل سرعت، مثل شتاب، مثل جابجایی، درست یا نه، اینا رو توی فیزیک خوندیم. اما اینجا در این فصل میخوایم با همدیگه یاد بگیریم هر تابع دلخواهی که بهمون داد بتونیم آهنگ متوسطش رو حساب کنیم. بریم یه دونه مثال ببینیم. در نقطه x مساوی با 2 چه نموی به متغیر x داده شود؟ چه نموی داده شود یعنی چه مقدار اضافه بشه به x دیگه، چه مقدار به x ما اضافه بشه تا آهنگ متوسط تغییر تابع با ضابطه fx برابر است با x منهای 1x نسبت به متغیر x برابر با 6 پنجم شود. یعنی چی این؟ یعنی تو میای آهنگ متوسط رو حساب میکنی، درسته؟ برابر با 6 پنجم قرار میدی. خب آهنگ متوسط بین کدوم دو تا نقطه؟ بین نقطه 2 و 2 به اضافه h. چرا 2 به اضافه h؟ چون سوال گفته چه نموی داده شود، یعنی ما میخوایم h رو پیدا کنیم. این نمو اینجا چیه؟ مجهول مسئله است. خب پس ما میایم مینویسیم آهنگ تغییرات متوسط. آهنگ تغییرات متوسط فرمولش چی بود؟ f نقطه دوم ما چی بود؟ 2 به اضافه h، 2 به اضافه h منهای f نقطه اول یعنی 2 بر روی 2 به اضافه h منهای 2. قبول یا نه؟ که از اینجا میشه این منهای 2 با این 2 میره. خب f 2 به اضافه h رو حساب کنیم. f 2 به اضافه h، 2 به اضافه h هر جا x داریم 2 به اضافه h میذاریم دیگه، میشه 2 به اضافه h منهای 1 بر روی 2 به اضافه h منهای f2 اگه بذاریم 2 منهای 1 دوم میشه 3 دوم، منهای 3 دوم بر روی h برابر است با 6 پنجم. قبوله؟ برابر است با 6 پنجم. از اینجا این 2 منهای 3 دوم میشه مثبت 1 دوم. قبوله؟ پس چیزی که من از اینجا دارم h منهای 1 بر روی 2 به اضافه h به اضافه 1 دوم بر روی h قبوله؟ برابر است با 6 پنجم. یه طرف وسط این کنیم، یه دونه طرف وسط این کنیم. چی داریم؟ 6h برابر است با 5h منهای 5 بر روی 2 به اضافه h به اضافه 5 ضرب در 1 دوم 5 دوم به اضافه 5 دوم. از اینجا 5h با 6h ساده میشه، یه دونه h باقی میمونه. h برابر است با منهای 5 بر روی 2 به اضافه h به اضافه 5 دوم. همه رو میایم چیکار میکنیم؟ همه رو ضرب در، باید مخرجا رو از بین ببریم برای حل این معادله دیگه. خب همه رو ضرب در چند کنیم بچه‌ها؟ همه رو ضرب در 2 در 2 به اضافه h میکنیم. خب پس بنابراین اگر h ضرب در این عبارت بشه 2 در 2 به اضافه h میشه چند؟ میشه 4 به اضافه 4h. خب 4 به اضافه 4h ضرب در h میشه 4h به اضافه 4h2. قبوله؟ 4h به اضافه 4h2. چیزی که از اون سمت باقی میمونه منهای 5 ضرب در 2 میشه منهای 10 به اضافه 5 دوم ضرب در این 5 ضرب در 2h باقی میمونه دیگه، 5 ضرب در 2h. درسته؟ خب پس از اینجا چیزی که من دارم بخوام سادهش کنم شد 4h به اضافه 4h2 برابر است با منهای 10 به اضافه 5 دوتا 10 تا 5 ضرب در h میشه 5h. قبوله؟ خب از اینجا این دوتا میشه 0. 5h با 4h ساده میشه یه دونه h که از اینجا دارم 4h2. درسته؟ 4h2. آخ من یه جای کار اشتباه کردم بچه‌ها، بذارید اینو اصلاح کنم. اینجا 2h میشه نه 4h، اینجا میشه 2h. من همه رو درست نوشتم، فقط اینجا این میشه 2h. حواستون باشه دوستان من، یه لحظه اشتباه شد. پس میشه 2h2
منهای h. چرا منهای h؟ این h اومده این سمت، منهای h مساوی است با 0. اگر از یه دونه h فاکتور بگیرم دارم 2h منهای 1 مساوی است با 0. قبوله؟ یه h به دست میاد 0، یه h به دست میاد 1/2. خب گفتیم بچه ها خود سوال به ما گفته که یه نموی قراره بهش اضافه بشه، درسته یا نه؟ خب پس h ما 0 نمیتونه باشه، میشه 1/2. خب اگر 0 باشه میشه مفهوم آهنگ لحظه‌ای که الان میخوایم باهاش آشنا بشیم. پس بنابراین h من میشه 1/2، یعنی نمو 1/2، یعنی گزینه شماره 1. بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی در مورد مفهوم آهنگ لحظه‌ای تغییره. خب آهنگ تغییرات لحظه‌ای یا آهنگ آنی هم بهش میگن. خب آهنگ لحظه‌ای تغییر به عبارت دیگه همون مشتق در همون نقطه است. یعنی زمانی که به ما میگه که آهنگ، خب آهنگ لحظه‌ای در نقطه 2 در تابع f رو پیدا کن، خب تو فقط کافیه f' 2 رو پیدا کنی، یعنی مشتق تابع در نقطه 2 رو محاسبه کنی، همینو بس. پس از آهنگ لحظه‌ای تغییر شما باید بدونید آهنگ لحظه‌ای تغییر یعنی همون مشتق تابع در نقطه مورد نظر. به همین سادگی اگر همینجا رو دقت کنید دارید فرمول مشتق رو بر حسب حد مشاهده میکنید که گفتم برابر است با فریم آ. آهنگ لحظه‌ای تغییرات تابع f در نقطه آ همان مشتق این تابع در نقطه آ می باشد. خب بریم یه دونه سوال ببینیم. تست کنکور 98 چی میگه؟ میگه در تابع با ضابطه fx برابر است با x به اضافه 2 ضرب در رادیکال 4x به اضافه 1 آهنگ تغییر متوسط تابع در بازه 0 تا 2 از آهنگ تغییر لحظه‌ای آن در x مساوی با 3/4 چقدر بیشتر است. پس من نیاز اول آهنگ تغییر متوسط رو حساب کنم در بازه 0 تا 2. پس میشه f2 منهای f0 بر روی 2 منهای 0. قبول یا نه؟ f نقطه دوم منهای f نقطه اول بر روی نقطه دوم منهای نقطه اول. این میشه آهنگ تغییرات متوسط. خب f2 چی میشه؟ 2 رو بذارم توش، 2 به اضافه 2 4. قبول یا نه؟ اینجا میشه 4 ضرب در رادیکال 2 4 تا 8 تا میشه 9. رادیکال 9 هم که 3 3 4 تا 12 تا منهای f0 میشه 1 2 میشه 2 بر روی 2 12 منهای 2 10 دوم میشه 5. پس آهنگ تغییر متوسط من شده 5. میمونه چی؟ آهنگ تغییر لحظه‌ای. گفتیم یعنی چی؟ گفتیم مشتق در همون نقطه. مشتق در نقطه چند؟ مشتق در نقطه 3/4. خب بچه‌ها fx بذارید من fx رو واسهتون بنویسم یه لحظه اینجا بزرگتر که ببینیم. fx برابر است با x به اضافه 2 در رادیکال 4x به اضافه 1. قبول یا نه؟ از ضرب 2 تا عامل تشکیل شده. مشتق ضرب یعنی مشتق توابعی که از ضرب 2 تا عامل تشکیل شده چی بود؟ مشتق اولی ضرب در دومی به اضافه مشتق دومی ضرب در اولی. خب پس بریم بنویسیم. خب حالا من جای این 3/4 x بذارم، همه رو بر حسب x می‌نویسم، بعد 3/4 رو جایگذاری می‌کنم. خب مشتق اولی میشه 1 ضرب در خود تابع دومی، درسته یا نه؟ خب به اضافه مشتق دومی یعنی رادیکال 4x به اضافه 1 مشتقش چی میشه؟ میشه 4 بر روی 2 رادیکال 4x به اضافه 1 در تابع اول. خب حالا کافیه در اینجا جای x ما چند بذاریم؟ 3/4 در نقطه 3/4 رو میخواست دیگه. خب 3/4 اگه حساب کنیم میشه چند؟ 1 ضرب در 3/4 با 4 میشه 3 به اضافه 1 میشه 4 ضرب به اضافه 4 بر روی دوباره اینجا میشه 4 چون اینجا حساب کردم دیگه میشه 4 3/4 به اضافه 2. خب این 4 این که 2 تا 4 تا میشه 1. پس این ضربه فقط میشه خودش. خب پس میشه رادیکال 4 که میشه 2 به اضافه این عبارت 2 به اضافه 2 4 به اضافه 3/4. قبوله؟ این شد 4 به اضافه 3/4. این چنده؟ 5. گفته این
این از این چقدر بیشتره؟ 5 از 4 به اضافه 3 چهارم چقدر بیشتره؟ 1 چهارم. 1 چهارم چقدره؟ 25 صدم. یعنی گزینه شماره 4. به همین آسونی سوال کنکور ریاضی سال 98 رو حل کردیم. بچه‌ها همین مبحثی که توی شاید 10 دقیقه 20 دقیقه بهتون یاد دادم یه سوال کنکوره، چه بچه ریاضی چه بچه تجربی، حتما یه دونه سوال کنکوره و همینقدر بود درسش و شما میتونید برید 5 تا 6 تا تست دیگه حل کنید و به تسلط برسید و تمام سوالاتو رنده کنید. امیدوارم که از امروز و این درسمون لذت برده باشید و خوب یاد گرفته باشید. موفق و پیروز باشید. بدرود.